درود بر شما. وارد اپ یوتیوب میشیم. برای اینکه وارد حساب جدید بشیم روی گزینه زیر ضربه میزنیم، روی گزینه تغییر اکانت ضربه میزنیم، آدرس جیمیل جدیدی که ساختیم رو انتخاب میکنیم. اینجا صفحه یوتیوب با آدرس جیمیل ماست. برای ساخت کانال یوتیوب روی این گزینه ضربه میزنیم. برای انجام تنظیمات اولیه روی این گزینه ضربه میزنیم. از این گزینه برای انتخاب تصویر کانال استفاده میکنیم. وارد گالری میشیم. تصویری که از قبل آماده کردیم رو انتخاب میکنیم. گزینه ذخیره کردن تصویر رو میزنیم. از اینجا نام کانال یوتیوبمون رو تعیین میکنیم. این اسمی هست که روی جیمیل ذخیره کرده بودیم. یوتیوب به عنوان پیشفرض اینجا میاردش. من اونو پاک میکنم و نام دیگه رو روی کانال میذارم. من اسم PS6 رو انتخاب میکنم. خب تایید شد. این قسمت لینک کانال یوتیوب شماست، مثل آیدی اینستاگرام. طبق اسمی که گذاشتید یوتیوب یک پیشفرض رو به شما پیشنهاد میده، اما من میخوام که آیدی خودم رو انتخاب کنم، پس تغییرش میدم. البته قبلا نباید توسط کسی دیگه انتخاب شده باشه. میبینید که گزینه های مختلفی رو امتحان میکنیم تا بالاخره یکی رو تایید کنه. خب گیمینگ روم PS6 رو یا همون اتاق بازی PS6 رو تایید کرد. همونطوری که میبینید ما تصویر کانال، نام و آیدی کانالمون رو تنظیم کردیم. حالا با زدن گزینه ایجاد کانال، کانال یوتیوب ما ساخته میشه. تصویر کانال، نام و آیدی کانال اینجا میتونیم ببینیم. حالا میخوایم که اولین ویدیو خودمون رو وارد کنیم و باید روی علامت به علاوه ضربه بزنیم. وارد صفحه گالری میشیم. ویدیویی که قبلا آماده کردیم و انتخاب میکنیم. به محض اینکه روی ویدیو ضربه بزنیم وارد مرحله بعدی میشه. خب روی گزینه نکست یا همون بعدی ضربه میزنیم. در این صفحه ما با این 4 گزینه بیشتر از همه کار داریم. قسمت اول نام ویدیو که نشون دهنده اینه که مخاطب چه چیزی رو میبینه. قسمت دوم توضیحات ویدیو که به مخاطب توضیح میده که این ویدیو چه ویژگی هایی برای اون داره. و قسمت سوم که مشخص میکنیم چه افرادی ویدیوی ما رو ببینند. و قسمت چهارم مشخص کردن دسته‌بندی که ویدیو رو میخوایم توی اون قرار بدیم. توضیحات دقیق‌تر رو تو ادامه بهتون میگم. نام ویدیو رو مینویسیم. خب توضیحات ویدیو رو هم اضافه میکنم. من این توضیحات رو با کمک هوش مصنوعی آماده کردم. حالا به صفحه قبل برمیگردیم. در این قسمت نحوه انتشار ویدیو رو مشخص میکنیم. گزینه اول عمومی، یعنی هر کسی میتونه ویدیو رو جستجو و تماشا کنه. گزینه دوم فهرست نشده، یعنی هر کسی که لینک ویدیو رو داشته باشه میتونه ویدیو رو تماشا کنه. و گزینه سوم خصوصی، یعنی فقط افرادی که انتخاب کنیم میتونن ویدیو رو ببینن. خب یه گزینه دیگه هم اینجا هست که باهاش میتونیم زمان پخش ویدیو رو برنامه‌ریزی کنیم. از اینجا میتونیم تاریخ و ساعتی که میخوایم ویدیومون پخش بشه رو مشخص کنیم. خب من ویدیو رو به صورت پخش عمومی میذارم. از این گزینه باید مشخص کنیم که در تهیه این ویدیو از هوش مصنوعی استفاده شده یا خیر. من گزینه خیر رو انتخاب میکنم و به صفحه قبل برمیگردم. از این گزینه هم برای وارد کردن پوستر ویدیو استفاده میکنیم. برای بارگذاری عکس میخواد که شماره تلفن همراه خودم رو تایید کنم و روی گزینه تایید یا همون وریفای میزنم. در این قسمت شماره تلفن رو وارد میکنم و تعیین میکنم که به من پیامک بده. خب کدی رو که برای من ارسال کرد و وارد میکنم. شماره تلفن من الان دیگه تایید شد. حالا میتونم پوستر ویدیو رو تغییر بدم و روی گزینه مداد میزنم. تصویری رو که از قبل به عنوان پوستر آماده کردم و انتخاب میکنم. سایز پوستر 16:9 هستش. خب گزینه انجام شد و میزنم.
حالا گزینه next رو انتخاب میکنیم. اینجا سوال میپرسه که آیا ویدیو شما مخصوص کودکان هستش یا خیر. من گزینه خیر رو انتخاب میکنم و حالا گزینه بارگذاری ویدیو، همون آپلود ویدیو رو میزنم. ببینید که ویدیو در حال بارگذاری هست. با زدن علامت بارگذاری اینجا نحوه بارگذاری رو دارید میبینید. من اینجا یکم سرعت ویدیو رو بردم بالا. خب اولین ویدیو این کانال هم بارگذاری شد. روی این سه نقطه که ضربه بزنیم گزینه هایی که برای ما باز میشه به این ترتیب هستش: ذخیره ویدیو در پلیلیست که ما از این طریق میتونیم ساخت یک پلیلیست رو انجام بدیم. نام پلیلیست رو تعیین میکنیم. نحوه پخش پلیلیست رو مشخص میکنیم که همون برای چه کسانی باشه. من عمومی رو انتخاب میکنم. خب تنظیمات ویدیو هم انجام شد. ما در کنار اپلیکیشن یوتیوب به اپلیکیشن یوتیوب استودیو هم نیاز داریم. این اپلیکیشن متعلق به خود یوتیوب و آنالیزهای مورد نیاز ویدیوها و کانال یوتیوبمون رو به ما نشون میده. قسمت اول داشبورد که یک نمای کلی از وضعیت کانال یوتیوب به ما نشون میده، تعداد سابسکرایب، بازدیدی که داریم و واچ تایمی که تا حالا گرفتیم. قسمت دوم تمام ویدیوها، شورت ویدیوها و هر چیزی که توی کانال یوتیوبمون بارگذاری شده باشه رو و آنالیزهاشون رو به ما نشون میده. در قسمت سوم گزینه آنالیز کانال یوتیوبمون هست که تمام اتفاقاتی که توی کانال یوتیوب ما رخ داده رو به ما نشون میده. گزینه آخر هم که $$ هستش گزینه درآمدزایی ما هستش که همونجوری که میبینید ما برای به درآمد رسیدن نیازمند هستیم که در طول یک سال 1000 تا سابسکرایبر داشته باشیم، به علاوه این که در 365 روز 4000 ساعت واچ تایم داشته باشیم و یا در 90 روز 10 میلیون بازدید از ویدیو کوتاهای ما انجام بشه. خب توی این ویدیو ما با هم کانال یوتیوبمون رو ساختیم، ویدیومون رو بارگذاری کردیم، تنظیماتش رو حتی بعد تغییر دادیم، تنظیمات کانال یوتیوب رو انجام دادیم و کمی هم با اپلیکیشن یوتیوب استودیو کار کردیم. توی آموزش‌های بعدی تنظیمات بیشتر رو با هم دیگه خواهیم دید و یاد میگیریم. ممنون از شما همپاتوقی عزیز.